چرا کاکوی زاده ای ضحاک بر سری ما بیتاخت؟ بشنوید، هر کجا از پیوندان او نژادی ضحاک است تن به کشتن دهید. شاد زی شاه تا جاویدان. درود سامیل، پیام پیروزی به سکساران آوردی؟ بله، 2000 لشکر سکساران بسته آوردند. آفرین خدای بر تو باد. چگونه بود کارزار؟ به شهر دیوان بی ترس و هراس زده در آمدیم. چون از آمدن ما آگاه شدند ناراحت شدند. دیگر آسان شد کار لشکر. یک و یک دشمن را سر زدیم. آفرین خدای بر تو باد. این جنگجوی کاکوی هم از تخمه ضحاک است. ناخواست دلش با ما بد شد. مهراب شاه کابل نیز از نژاد ضحاک است. شکر با زهر آمیزد زهر شود. برو، آتش افروز، کاخ او را بسوز. شاه، تو دانایی، ولی پوری من دل داده به دخت مهراب. نه، بابایم فریدون جهان را از ضحاک بشوست. من بران کوشم که ایران از چنگال دیوسار و سکسار برآورم. در این زمان مهراب شاه کابل با عشق زالی جوانی ناآگاه نیرنگ میکند که از تخمش دشمن بیروید. با ما دشمن شوند، به ایران آشوب و رنج آورند. زمان تا زمان برآرد خروش، شود گیتی پر از جنگ و جوش. برو، آتش افروز، کاخ او را بسوز. خدایا، به کار زال چگیل افتاد. درود دوستان عزیز، این پارچه از نمایش زال و رودابه بود که هنرمندان تئاتر موسیقی مسکوی ولایتی به نام عطا محمد جان شهری باختر پیشنهاد شما گردانیدند و همین نمایشنامه چند روز پیش از شهری تهران به تاجیکستان برگشت. در فستیوال فجر شرکت ورزید و تاجیکستان را در ایران معرفی ساخت. من درود میگویم به شما، خوش آمدید به برنامه. خب سفرتان بخیر، چگونه گذشت؟ درود به شما، درود به اهل ایجاد تلویزیونی بسیار هم فرهنگی و یک فضای خیلی هم خوب است که امروز ما بار اول از این بینای نو تأسیسی که یعنی که از طرف پیشوای معظم ملت به استفاده داده شد و از این شکوه و شهامت سفینه نو دیدن کردیم. بسیار خوشمان آمد و شما را مبارکباد میگویم برای یک بینای خیلی هم زیبایی که باز هم یک تراوت دیگری بخشیده است به قلب تاجیکستان. و واقعا هم امروز تحت سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت، تحت روابط فرهنگی، امروز ما در بانفوذترین جشنواره بین المللی فجر که در شهر تهران جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید شرکت ورزیدیم و اهل هنر خود را خوشبخت‌ترین هنرمندان حس میکنیم که امروز ما در یکی از جشنواره‌های با نفوذ بین المللی فجر شرکت ورزیدیم. خب 42مین جشنواره فجر بود. هنرمندان ما با شماره 20 نفر در این فستیوال با نمایشنامه زال و رودابه از روی شاهنامه بی‌زوال حکیم فردوسی صحنه‌نگردانی جمعه قدوس در تهیه بهرام قربانزاده هنرنمایی کردیم میان 5 دولت دنیا و میان 100 نمایش این فستیوال فجر. بله، چگونه بود؟ چگونه قبول کردن؟ در حقیقت امروز ما هنرمندان تئاتر ولایتی موسیقی مسکوی به نام عطا محمد جان شهر باختر افتخار از آن میکنیم که این سال در آغاز سال 2024 اشتراکچی چنین یک فستیوال با نفوذ گردیدیم. بسیار خوب پذیرفتند، بسیار مهمان نوازی خوب کردند. از قبول مردم تاجیک همچون نماینده تمام تئاترهای تاجیکستان شرکت کردیم. اهل ایجاد و اهل ادب و اهل علمی
ایران ما رو بسیار خوب قبول کردند مثل برادرهایشون، چون میگفتن ملتی همزبان هستید، هموطن هستید، بسیار هم خوش آمدید. چون نمایشنامه زال و رودابه رو در یکی از تئاترهای قدیمه‌اش که با نام سنگلج بود در آنجا ما 2 مرتبه نشان دادیم، بسیار هم خوش پذیرفتند. خاصه شاهنامه رو خیلی دوست دارم. بله بسیار هم از اون افتخار کردن که ما مخصوصا شاهنامه فردوسی رو به ایران بردیم، به این جشنواره با نفوذ بردیم و بسیار هم افتخار کردن که شما یک اثری تاریخی را آوردید به اینجا. بله واقعا. خب چون تئاتر شما به تازگی به جشنواره‌های بین‌المللی می رود، می‌بینیم که اکنون سفرهای خارجی شما بیشتر می شود و همین گونه برنامه‌های هم هست که دیگر همین روند رو ادامه دهید، یعنی به جشنواره‌ها و به فستیوال‌های بیرون بروید و نمایش‌های تاجیکی رو در آنجا معرفی سازید. بله در حقیقت هر یک هنرمند، هر یک ایجادکار، هر یک تئاتر البته برای آن زحمت میکشد، روی صحنه نمایشنامه ها رو میارد که در جشنواره ها اشتراک بکند، نه اینکه در تاجیکستان بلکه بیرون از آن. و در این جشنواره چون اشتراک کردیم بسیار هم باز ما رو دعوت کردن به دیگر دولت ها که بیاید و ارمنستان بیاید، به یونان، چون این اثرها رو پیشنهاد کنید. خب ما بسیار افتخار کردیم و مقصد ما هم است همین است، رسالتی هر یک هنرمند همین است که به سفرها ببراید، به سفرهای هنری، به سفرهای خارجه اشتراکچی جشنواره‌های بین‌المللی بشود و این اقدام ها است و من فکر میکنم که امروز کارگردان های ما باز هم نمایشنامه های خوب را، یعنی که الکی ما داریم یک چند نمایشنامه های خوب در سطح بین‌المللی که پیشنهاد کنیم و اشتراکچی این جشنواره ها باشیم. بله خب خیلی کم میسر میگردد که در یک صحنه نقش آفری که برای بیگانه است، مثلا شاید که هنرمندان همیشه عادت کردن که در همون صحنه، در همون فضای تئاتر خودتون نقش بیافرند، بازی کنند. برای شما چگونه بود مثلا در یک صحنه بیگانه با یک مثلا تماشابین بیگانه روبرو شدن و پیشنهاد کردن؟ چه احساس داشتید؟ احساس ترس و هیجان بود؟ خوب تشکر زیاد بار دیگر به شما. ما در یک فضای تئاتر یک خیلی محیط کلان عادت کردیم و یک روز پیش تمرین میکردیم و گفتند که صحنه دادن از تئاتر یعنی که خرد است و ما به حد یک دکوراسیون خوب کلان داریم با در برابر این هنرمندا 20 نفر دیگر هستند. ما در هیجان بودیم که چگونه ما در یک صحنه خرد میتوانیم یک نمایشنامه نشان دهیم و بعدا با اون تالار تئاتر وارد شدیم. به حد یک فضای خوب بود و فکر کنم که هر یک هنرمندا از صمیم دل بازی کردن، یعنی زندگی کردن در نمایشنامه. برای من بهترین بود و نقش من زال بود، یعنی از رول‌های مرکزی این نمایشنامه زال و رودابه. تجربه تازه بود برای شما، نه؟ در مثلا در یک صحنه دیگر برای من تماشابین دیگر فکر کنم که ترس نداشتم و خوب بود، جالب بود، دیدنی هم فکر کنم که تماشابینا قبول کردن. خب شما چه احساس داشته؟ راستی گپ شاهنامه، بله، حکیم فردوسی، کلمه حکیم و شاهنامه هم پر از حکمت است و آن روزه که ما وارد شهر تهران بودیم ما رو با یک صفا و صمیمیت، با یک گرمی، با یک همین خیلی با یک چهره زیبا و همین قبول کردن که الله که ما خود رو حس کردیم که ما در با هم زبان خود، با هم دین خود، با هم فکر خود هستیم. چون که همه هنرمنده. وقتی که رفتیم الله که چیزی که با ما یکون کمبودی باشد در اونها با ما یاردم میکرد، کمک کرد. ما خودمون بیگانه حس نمیکردیم. وقتی که ما نمایش سر شد ما با تمام هستی چیزی که داشتیم همون پیشکشی تماشابین کردیم و از جانب آنها ما آفرین، احسن، عالی همه سخنها رو میشنیدیم. بله. ما هم از این خیلی
بهره‌ور شدیم، خیلی روح بلند شدیم. و عجیب این است که وقتی مثلا بیرون از تاجیکستان میروی و جای میروی که تو رو درک میکنن، یعنی سخنهای تو رو درک میکنن، دیالوگهای تو رو میشنون، حس میکنن، احساس میکنن، فکر میکنم ارتباط با این گونه تماشابین خوبتر است، صمیمیتر است. نه الکی حس میکنی که مثلا سخنهای تو به جای درکاری رفته رسیده است. بله، به نشان میرسه. ما هم با یک هستی، با یک حسی وطن دوستی، هر یکی ما فکر میکنیم که هنرمندان ما با یک حسی بلندی وطن دوستی نقشهایشون رو اجرا کردند، چون معرفگری فرهنگی تاجیک بودیم ما در اونجا، یعنی که یگانه تئاتر از تاجیکستان در این جشنواره اشتراک میکردیم و واقعا هم هر سخنی ما از قلب میبرآمد، هر صدای ما مثل تاجیکانه، مثل همون قهرمان هایی که ما بازی میکنیم. بسیار هم افتخار کردیم که ما شاهنامه رو به سرزمین ایران آوردیم که این رو درک میکند مردم ایران و بسیار هم خوش پذیرفتند. واقعا هم چند سال اخیر تئاتر شما به داستان‌های شاهنامه دست میزند، یعنی شما بیشتر تلاش میکنید که اثرهای اپوسی، اثرهای تاریخی رو پس صحنه بیارید. خب این تصمیمی کی است؟ چگونه خواستید که مثلا به این کار دست بزنید؟ طولی 3 سال میشود که ما دست به شاهنامه میزنیم و این هم با همراهی کارگردانی جوان بهرام قربانزاده تصمیم گرفتیم که بیایید ما یعنی که اثرهای تاریخی رو به اثرهای تاریخی بیاریم. محض هر یک ملت را از تاریخ و تمدن خویش میشناسند و چرا که ما شاهنامه را روی صحنه نآوریم. و این هم پیشنهاد بود با همراه کارگردان، گفتیم که بیایید ما نمایشنامه های تاریخی رو میاریم از شاهنامه های فردوسی، یعنی که اینقدر داستان هایی که برای ما در این قدر هزار ساله ها پیش آفریدن، چرا ما معرفگری تاریخی خود نباشیم. و این نیز قبول شد از طرف کارگردان و در برابر اثرهای شاهنامه باز ما با دیگر اثرهای جهانی نیز دست زده ایستادیم، یعنی که بهترین صحنه ها در برابر این باز هم صحنه های جهانی است، صحنه های ملی است، باز دیگر صحنه های بچگانه است که روی میاریم با آنها و روی صحنه گذاشته ایستادن. ولی همون نمایش‌های شاهنامه زیاد استقبال میگیرد، واکنشی زیاد میدهد. نه مثلا هر باری که شما یک اثر شاهنامه رو روی صحنه میارید، ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم که چگونه مردم واکنش خوب میدهند، مردم چگونه گرم استقبال میگیرند. خاصه اشتراک شما در فستیوال پرستو نیز با اثر شاهنامه بود و در اونجا نیز تماشاگران خیلی خوب استقبال گرفت، گرم استقبال گرفت و ما توصیف‌های زیاد در شبکه‌های اجتماعی خواندیم. تشکر. در حقیقت امروز چون در فستیوال پرستو شرکت ورزیدیم و سزاواری جای دوم گردید این نمایشنامه، از طرف وزارت فرهنگ پیشنهاد شد که در این جشنواره شرکت بورزیم. خوب این هم باعث افتخار است که ما یک تئاتر اگر که بگوییم مضافاتی، یعنی که تئاتر ولایت هم یک تئاتر خیلی هم معروف است که در اونجا بهترین چهره های برجسته کار کردن، فعالیت کردن. استاد علالدین عبدالله روانشان شد و بسیار هنرمندان خلقی خیری نظر و فاروق قاسموف، بسیار چهره ها در اونجا سبز دیدند و معرفگری صنعت اصیل ملت بودند و پیش از همه با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از نام اهل هنر اظهار سپاسمندی خویش را میگوییم که امروز محض توسط نگاه خیرخواهانه و دستگیری های پیوسته شان نسبت اهل هنر و فرهنگ ما توانستیم اشتراکچی چنین یک جشنواره های با نفوذ بگردیم و واقعا هم افتخار است وقتی که در هر یک شبکه‌های اجتماعی من اگر عکس میگذارم از شاهنامه، از نمایشنامه های زال و رودابه یا که نمایشنامه بیژن و منیژه، واقعا هم از تاریخ خود افتخار میکنیم. پیش از همه که ما داریم چنین تاریخ قدیمه و بزرگ، چنین نیاکانی که امروز توانستند با انمون خامه سبزشان که اینقدر سالها یعنی که ملت تاجیک را توسط این ابرمردان وطن دوستشان میشناسند، چرا ما از اینها حرف نزنیم؟ خب بشاید یک پارچه دیگر رو اجرا کنیم در همینجا. خب من فکر میکنم که یکی از پارچه های است. خب زال و با همراه پدر خب مرحمت نریمان و زالی. پدر، همه از داد تو شادند، فقط من ببرم. از روزی که زاده شدم نه گوهر دیدم، نه پستان شیر، نه یک خوشی که در طفلی هر کی دارد. پدر، از من چی بدی دیدی؟ چی بدی دیدی که چون این خار و زارم کردی؟ هر چی گفتی
راست گفتی. همه کاری من به تو بیداد بود. تو پیمان نگاه داشتی، هرچی بود فراموش کردی. اکنون بگو از من چی میخواهی؟ پدر، من پیشی تویم. من به خشم تو دادم. هر گزنده به خاندانی مهراب شود، بر تنی من رسد، بر دل من رسد. پدر، مهراب شاه حامی زور پیدا کرد. این جنگ است بر نژاد بد. پس بر عوض آن بیدادی هایت فقط یک خواهشی مرا اجرا بکن. اول با ارمیانم دونی مکن. با ارمیانم دونی مکن. پدر، ضحاکیان بیدادگر را ما نکشیم، روز ما را میکشند. فرق ندیدم میان ما و آنها. تنها پسری خود به دایگی سیمرغ نبردند. اگر جای جنگ به هم مهر ورزیم، شراره مهر دلها روشن شود. دشمنی برانگیزد، نژاد نیک شود. ولی اگر 1000 سال دیگر کین ورزید، بدی، دشمنی، کین خواهی به شر خواهد شد. پدر، چاره کاری تو کنم. برای بستن جنگ رای من کم است. به جهاندار منوچهر نامه نویسم، خدمتهایم را بگویم و خواهش کنم که به تو کمک رساند. اگر یار شود جهاندار ما، به کام تو گردد همه کار ما. جهان سپاس پدر، سپاس. جوانی بزرگ و بالا، فریقیانی دارد. ای سام، پسر به دفاع زابلستان گذار. با سلاح به مازندران برو. من کاری دشمن تمام کنم. به چشم. زابلستان خانه تو، هر چی میخواهی بکن. شاه به تو کلید گنج ها را بخشید. نه، خانه من سنگ بود و مرغ یارم. چی میباید در این روزگار؟ چی میباید در این روزگار؟ کامران به تو آموزگار. هر چی میخواهی بکن. ولی بدان که مهراب شاه از نژادی ضحاک است. از او دور باش که باز رنج دهد. با چشم. و پهلوان جامعه زرین دهید. تشکر، سلامت باشید. خب صحنه سازی چگونه بود؟ اونجا که شما مثلا اون صحنه‌ای که در تئاتر ولایتی داشتید، در اونجا این امکانیت رو نداشتید. چگونه ساختید اونجا صحنه؟ خب در اینجا با ما اون دکوراسیونی که بود در اونجا ساختند. یعنی که ما پیشنهاد کردیم این یعنی که بله با ما مراجعت کردن که هر صحنه‌ای که یعنی که لازم است برای شما و شما آوردن نمیتوانید، در اینجا ما به شما میسازیم. خب ما نقشه اون رو پیشنهاد کردیم و ما ساختن. بسیار هم شاد شدیم. اون چیزی که ما در اینجا داشتیم همونه در همونجا همین گونه نسخه کرده ساختند و اصل یعنی که به طور اصلی لباس ها رو که تهیه میکنه در همین گونه نمایش های لباس ها رو اینجا سرداری سیخ دوزندگی داریم. رستم ترقلوف مرد است و با یک نفر زن لباس ها رو آماده میکند که بسیار یک نگاهی کسبی دارند در این سمت، خیلی تجربه زیاد دارند، آماده میکنند. و ببینید که در اون صحنه ما لباس های زیبا و شینم بود، یعنی که لباس های تاریخی آماده کردیم. بسیار با مردم ایران خوب پسند آمد، پذیرفتند. و ما صحنه بسیار صحنه رفتیم روز اول دیدیم بسیار با همراه کارگردان و راه بلد بسیار زیغ شدیم که چرا ما پیش نگفتیم که با ما یک صحنه کلان ما جدا کنند. خب تئاتر وسیع است، تئاتر قدیمه
یعنی که تالارش خورده، تالاری که هنرمندان نمایی میکنه بازی میکنه بسیار خردتر بود. یعنی که تئاتر ما هست برش 13 متر، از اونجا هست 8 متر. یعنی که شاهنامه فردوسی در یک میدان خیلی هم وسیع نشان داده میشد. یعنی که زال و رودابه یک قهرمان‌های زیاد دارد، قهرمان‌های زیاد با حرکت‌ها و اون صحنه دکوراسیونی که هست بسیار کلان باید باشد. مساحت بسیار مساحت خرد بود و خیلی زیغ شدیم با همراه کارگردان. خوب کارگردانی ما هم گفت که میکنیم در همین جا، یعنی که کلیسا رو میبریم قفا، یعنی که کمی مساحت صحنه رو کلانتر میکنیم. خب همین طرح بسیار خوب هم شد، بسیار خوب اومد و خیلی هنرمندانی ما اینقدر در صحنه‌های تئاتری ما که بزرگتر است کار کردیم و اونجا هر یک هنرمند برای خودش باز محیط میسازد و امروز فکر میکنم که انمون کارگردان، یعنی که تجربه خوبی کارگردان و هنرمند میتواند که همه رو در همون حالتی لازمه پیشکش میکنه. خب شما قبلا سفرهای دیگر نیز داشتید نه؟ با نمایش‌های دیگر و کشورهای دیگر نیز رفته بودید؟ بله. ما سفر داشتیم با نمایشنامه لاکوپاک هنگامی که استاد علالدین عبداللهیف در قید حیات بودن. با ترکمنستان رفتیم، شهر اشخاباد، با قرغیزستان رفتیم، با قزاقستان رفتیم و اینچنین با نمایشنامه از عرصات چنگیز ایتمعطف رفتیم با قرغیزستان. جایزه هم شد. بله خیلی جایزه هم گرفتیم در این جشنواره ها. بسیار جایزه ها رو سزاوار شد. یعنی که یک نمایشنامه لاکوپاک زیاده از 5 جایزه در 5 سمت، یعنی که هم کارگردانی، هم نقش آفری، هم آرایشی صحنه و هم آرایشی موسیقی، یعنی که خیلی جایزه گرفته بودند. خب در این فستیوال چون جشنواره داخلی آزمونی بود و بین المللی، یعنی که برای مهمان‌های خارجه آزمونی نبود. خب به همه این نگاه نکرده از طرف این جشنواره با کارگردانی نمایشنامه زال و رودابه بهر تهیه اثر برجسته دیپلمی مخصوصی این جشنواره تقدیم گردید و با 20 نفر هنرمندان تئاتری ما به هر یک سپاسنامه برای اجرای بهترین در نمایشنامه زال و رودابه، یعنی که تنها به تاجیکستان این گونه سپاسنامه ها داده شد و به دیگر شهر یعنی که دولت‌های دیگر. کشور دیگر گفتید، از کدام کشورها بودن؟ در اینجا بودن از یونان، از ارمنستان، از روسیه و از قطر بود و از سوریه بود، از یک چند دولت دیگر با شرکت قبول کردن. بسیار خوب قبول کردن. صحبت داشتید؟ بله بسیار صحبت داشتیم، بسیار خوب پذیرفتن. بسیار عجایب بود سر و لباس های ما، یعنی که حرکت های ما، نقش های شاه ها بسیار پسند آمد با اون کسی. یعنی به همین وسیله تاریخ، فرهنگ، تمدن، طرز لباس پوشی قدیمی ما رو به دیگران معرفی کردیم و آنها و دانستند که چگونه ما سر و لباس داشتیم و بسیار هم افتخار کردند و بسیار یک ملت تاریخی ما رو احترام کردند. شما گفتید یک لایحه مخصوص دارید وابسته به اثرهای تاریخی، نه؟ باز چی اثرهای تاریخی رو روی صحنه گذاشتن می‌خواهید؟ خب ما می‌خواهیم با همراه کارگردان مصلحت کردیم و گفتیم که از شاهنامه فردوسی داستان سیاوش، داستان رستم و سهراب و از دیگر قهرمان ها، یعنی که همین سلسله رو زنده کنیم، یعنی که همین اثرهای تاریخی رو ایسا زنده کنیم و باز هم برای معرفی کردن تاریخ خیش بهر نسل آینده ساز، یعنی که روی صحنه نمایشنامه های نو رو روی صحنه بیارم. یک پارچه دیگر اجرا میکنید؟ در این راهی درازی پربار و گرد چون بودی؟ امید باشد بیروها بهشت است، رنج رامشگری، نامه از پهلوان سام، امید به فر تو. نامه پیروزی بر نژاد ضحاک آوردی؟ آره. رنجم فزودی در این راهی دراز، بر این نامه سام پیر دیجام گشت دلم. از چی دیجام گشتی؟ از مهری من با یک دختر؟ در آیین کوهستان کین آوردن کین، مهر آوردن مهر. چرا پرهیز میکنی از مهر؟ ای پسر، جهان مثل موی زنگی بر هم پیچیده است.
چند سال است که ضحاک نیست، اما پیوندانی وی با ما دوست نمیشوند. کاکوی و کرکوی هم بر ما بر دشمنی برخاستند. چند سال است که کین میستانی. گناهکاران سلم و تور جزا دیدند، ولی جنگ پایان ندارد. دوستی کین و دشمنی از بین ببرد. در عقل و دل و دانش قوی شدی. زینهار دادم که به تو نیکی کنم. چند روز اینجا باش تا بیاندیشم. با چشم. بزم بیارایید، بزمی عروسی. خسته نباشید. زیاد شما. در انتهای برنامه چی پیام درود به بیننده تلویزیون سفینه دارید؟ حالا که دستگاه نواربرداری در اختیار شماست. تشکر زیاد بار دیگر با کارمندان تلویزیون فرهنگی سفینه برای دعوت صمیمی، برای آرستن یک صحبت خیلی هم صمیمی. امروز قلب تاجیکستان دوشنبه عزیز ما باز هم گل به سر گشته ایستاده است. ما شکر میکنیم از این ثبات، از این وحدت، از این امنیت پای بر جا، از سیاست فرهنگی پیشوای معظم ملت که امروز روز تا روز فرهنگ ملت رشد میکند و همیشه آرزومند آن را داریم که هر نمایشنامه‌ای که ما روی صحنه میاریم اشتراکچی تمام جشنواره‌های دنیا بشود و توسط این نمایشنامه‌های تاریخی و ملی ما در عرصه جهان تئاتر تاجیک را معرفی کرده باشیم. خوش آمدید به برنامه. سپاس که امروز تشریف آوردید و ما هم آرزومندیان هستیم که تئاتر شما هرچند که شما گفتید از یک مضافات است ولی فعالیتش ثمرش برای تمامی تاجیکستان میرسد و امروز همه درباره تئاتر شما معلومات دارند و از نمایش شما لذت میبرند. تشکر. و دوستان عزیز همینجا به انتهای برنامه امروز فضا رسیدیم. یادآور میشیم که هنرمندان تئاتر موسیقی مسکوی ولایتی به نام عطا محمد جان به تلویزیون سفینه تشریف آورده بودند و ما یک صحبت جالب داشتیم. همینجا به انتهای برنامه رسیدیم. خیر.